سلام دوستای عزیز، بیننده های بسیار محترم، در هر جای کسین خوشحال باشین. امروز میخوایم یک جای بسیار زیبا دیدنی فتش با صفا خنود امرای شما شریک کنم. نام از این جای است و اون در روی صفحه که است بال امی نام از این جای دیر در وقت در میب نوشته کنی امو جای مایه امیالی هر کسی که فالو نکردن برای تشویق و حمایت از ما سفر فالو کن، لایک کن. نظرات سوالاتی که داشتین دوستای عزیز کامنت کن، ما ضرور جواب میدیم. خب دوستای عزیز ما هم دیم اینجی در جای رسیدیم بخیر. از این تینتا دو دانش گرفتیم. شما سایل کن که بسیار خوب جای جور دیره، بسیار بهترین است. هر تینت است برای 4 نفره، 4 نفر جای داره و بسیار خوب شم جور دی جای را. اون تازه اینجا رسیده نال دو نزی تینتا گرفته. شما داخل تینت هم بس نشان میدیم. ما اینی دوره دو گرفته پالو دا پالو داخل از این چیز داره برای 4 نفره، یعنی برای 4 نفر داخل از این است. خب اینجا موشه که این جای را فرش کنی برای 4 نفر از طرف خودم زی جای بالشت و لیاف توشک داره. اگر زیاد بودی دوباره میده تقریبا تا 6 نفر خونه زی جای موشه. هر دانه زی قیمت از است 6,50,000 پیسه اندونزی. این در پایین اینجا که وش منی اینا کابینه که داخل از این کابینم از خود خریده میشه جدایی سهولت خود داره، مامدشویی داره، تلویزیون اترا داره. ما او ویدیوش هست گیرم در زودترین وقت دارم شیر منم برای شما دوستای عزیز. این پایین اینا که میبینید تمام شه کابینه. او خود از این خیمه هم در دو قسمت، در دو جای، در یک جای نم در دو جای 4 دانه امام دشویی داره، آبی گرم داره. به خاطر که اینجا سرده یخه باید هم گیزر آبی گرم داشته باشه و گرمی ده است. از اون نگاه خیلی خوبه. نگاه ما یقین مسابقه ده هر کسی که این جای بوره حتما یک دو شاو 3 شاو میشه. ما با وجودی که وقتم نداشتی 2 شاو شیشتی، 1 شاو در خیمه شیشتیم، 1 شاو دیگر در زو تا قای دیگر شیشتیم. که ویدیو زورم ما در زودترین وقت شیر منم اما شما دوستا شریک منم. آدرس را در روی فیسبوک خو دوباره چک منم، نامشم در روی صفحه بود، اولی صفحه در میب نوشته کنی مستقیم امی جای ما. این دوستای عزیز کدام همکاری کمک در کار بود ما در خدمت هستم. ویدیو را